عزای سید الشهدا لحظه گریه کردن پخش دستمال کاغذی ممنوع. حاج آقا اینو از کجا در میاری؟ حالا دیگه داریم میگیم دیگه، گوش میخوای بده، میخوای نده. بنده تجربتاً عرض میکنم، مگه اشک برای امام حسین آشغاله با این پاک کنی بنویسد داشغال؟ خدا رحمت کنه حاج آقای مجتهدی. میگه پسر از اون پومادات بده من، پومادات این اشکای ما رو میگه، بعد پاش درد میمالید به پاها. میفهمیدین اشک برای امام حسین؟ بغل دست شیخ پیرمردی بود باهاش شوخی داشت، گفت اگه خوب نشدی چی؟ گفت میفهمم پومادش اصل نیست، اورجینال نیست. گفت یعنی چی؟ گفت برای حسین اگه گریه کرده باشه مرده زنده، اما برای مستجری خودش، گرفتاری خودش، بد اخلاقی همسر، این اصل نیست. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی نجف وصیت کرد، گفت پسرم محمود جان، الان محمود زنده است، دستمالی که 70 سال برای حسین گریه کردم، اشکمو فقط باهاش پاک کردم، اونو وصیت میکنم روی قلبم، سرمایه منه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو. ازشون سوال کردن مقام نماز شب بالاتره یا گریه بر حسین؟ ایشون دستش اینجوری آورد، من اونجا خودم بودم، گفت نماز شب اشک بر حسین، این فرش اون عرش. بماند که امام صادق فرمود اگر کسی بگرید یا حتی حالت گریه به خودش بگیره وجبت له الجنه، اما اون یه مزه دیگه ای داره، مزه گریه کردن بر امام حسین از هر خوشمزه ای خوشمزه تره.